یک قاعده هست، این هم باید خوب دقیق بفهمین ما و شما. شاید بعضی اوقات از طرف ساینسدانا و از طرف استادا و پروفسورها و از بعضی کسایی که تو قرآن نمیفهمن تو سوال پیدا شود که والا بسیاری وقتا ما بسیاری مسائل که است این خود ما با فکر خود با مغز خود با این حل میکنیم. صحیح نه؟ در قرآن چرا همیشه گفته که قلوب 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 قلب قلب من اتى الله بقلب سلیم؟ چرا قلب؟ فکر کنید اعضای بدن انسان مثل اعضای کابینه هستند. چی هستند؟ کابینه هستند. اینا کار میکنن. قوه اجرایی وجود شما هستند. دماغ که است این قوای مقننه هست، این تجزیه میکنه، تحلیل میکنه. مثلا بر تو میگه که تو چشمت کار کرد، کتاب خواندی، نماز 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 نماز، عقلت برات فهمید که نماز یک چیز خوب است. صحیح است؟ پس عقل و فکر و اندیشه این کار خود کرد که نماز چیز خوب است. آن قوی تصمیم گیرنده یا رئیس جمهور کی هست؟ قلب است. قلب این حال برات میگه بخوان یا نخوان. از این خاطر بسیاری کسا هست که از نگاه ایدئولوژی میفهمه که اسلام خوب دین است، لکن قلبش برش اجازه نمیده که تصدیق بکنه و به او عمل بکنه. از این خاطر در قرآن چی میگه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر رئیس جمهور خنثی بود کل ملتش چی است؟ خنثی هست. اگر رئیس جمهور هم آدم قوی بود مثل هارون الرشید، باز او رسه کس به طرف جرأت هم نمیکنه که چی کنه؟ سویش سیلام بکنه.